روستا به یاد داشت. تاریکی که به نامش چسبیده بود را به یاد داشت. ترسی که در باد نجوا میشد را به یاد داشت. او سایه‌ای بود که از زندگی آنها میگذشت. گذشته‌اش مانند ردایی سنگین بر دوشش بود. نمیتوانست از آن فرار کند. هنوز نه. روستاییان با ترس در چشمانشان نگاهشان را از او می‌دزدیدند. او میدید، حس میکرد. ترس آنها آینه‌ای بود که ترس خودش را منعکس میکرد. او در نگاه آنها یک هیولا بود و شاید، فقط شاید واقعا هم بود. دستی کوچک در دستش لغزید. به چشمان روشن و پر از امید کودکی نگاه کرد. دختر کوچکی با موهای طلایی و لبخندی که مانند چراغی نورانی بود. دخترک از او نترسید و عقب نکشید. با صدای زلال مانند زنگ گفت: تو ترسناک نیستی. تو غمگینی. کلماتش ساده بودند، اما تاریکی اطرافش را شکافتند. دخترک او را میدید، نه هیولایی که دیگران باور داشتند. او زمانی به دنبال انتقام بود. طعم شیرین انتقام را میخواست. اما معصومیت دخترک و ایمان تزلزل ناپذیرش خشم او را فروکش کرد. او نمیخواست با گذشتهش تعریف شود. او از این چراغ نور در دنیایش محافظت میکرد. سوگند یاد کرد. او سپر دخترک در برابر تاریکی میشد. برای او، برای جهانی که معصومیتی مانند معصومیت او میتوانست در آن شکوفا شود، میجنگید. او محافظی میشد که همیشه قرار بود باشد. نجواهای دشمنان قدیمیش هنوز در گوشش طنین انداز بود. تهدیدهایشان، وعده‌های نابودیشان، کابوسهایش را تسخیر کرده بود. اما قدرت آنها از بین رفته بود. آنها خاکستر شده و به باد رفته بودند. او با آنها روبرو شده بود. با آنها جنگیده بود، نه برای انتقام، بلکه برای چیزی بسیار بزرگتر. او برای امید جنگیده بود. و در شکست آنها رستگاری خودش را یافت. بخش پنجم، سایه‌ای از گذشته. اما گذشته راهی برای بازگشت داشت. از میان سایه‌ها شبحی که گمان می‌کرد مدت هاست از بین رفته پدیدار شد. زنی با چشمانی شعله‌ور از خشم سرد روبروی او ایستاد. او گذشته اش بود، گناهانش که به شکل انسان در آمده بودند. او پیروز نشده بود. نه کاملاً. هوا پر از تنش بود. زن با صدای آکنده از زهر سخن گفت. او برگشته بود تا آنچه را که حق خود می‌دانست پس بگیرد. زندگی او، روح او. گذشتهش آمده بود تا طلبش را بگیرد. بخش ششم، هنگامی که تاریکی فرا می‌خواند. تاریکی درونش به جنبش درآمد. وعده‌های قدرت و فراموشی را نجوا می‌کرد. او می‌توانست تسلیم شود. می‌توانست بگذارد تاریکی او را ببلعد و درد گذشتهش را خاموش کند. اما به دخترک که با چشمانی نگران به او نگاه می‌کرد، نگریست و دانست که نمی‌تواند. نبرد آغاز شد. نه فقط بین او و زن، بلکه درون خودش. نور در برابر تاریکی. امید در برابر ناامیدی. او با تمام وجودش می‌جنگید و به نوری که دخترک نمایانگر آن بود، چنگ می‌زد. بخش هفتم، در آغوش گرفتن تعادل. او هرگز از تاریکی خود رها نمی‌شد. تاریکی بخشی از او بود، همانطور که نور بخشی از او بود. اما می‌توانست انتخاب کند که کدام ارباب را خدمت کند. او تسلیم نمی‌شد. او با گذشته‌اش تعریف نمی‌شد. به دخترک نگاه کرد، دستش به سمت او دراز شد. دخترک لبخند زد و در آن لبخند آینده را دید. آینده‌ای که در آن می‌توانست هم نور و هم سایه باشد، هم محافظ و هم رستگار. بخش هشتم، طلوعی نو، نامی نو. روستایان هنوز نامش را نجوا می‌کردند، اما اکنون در صدای آنها بارقه‌ای از امید وجود داشت. آنها تغییر او، آرامشی را که یافته بود، می‌دیدند. او دیگر هیولایی که زمانی از آن می‌ترسیدند نبود. او با دخترک در کنارش به سوی طلوع آفتاب قدم گذاشت. آنها به سوی خورشید در حال طلوع، به سوی آینده‌ای که او در ساختنش کمک می‌کرد، قدم می‌زدند. او رستگاری و هدف خود را یافته بود. دیگر با گذشته‌اش تعریف نمی‌شد. او یک محافظ، یک چراغ امید بود.
او سرانجام آزاد بود.